Hallo liebe Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. سلام دوستای خوبم، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. توی این قسمت با هم دیگه میخوایم از کتاب یونیسی دغی روزی 5 تا لغت رو بخونیم. خوشحال میشم اگه کانالم رو دوست داشتید سابسکرایب کنید و به بقیه دوستاتون معرفی کنید. اولین مبحثی که میخوایم شروع کنیم ورکشاپس های مربوط به بخش دیشولتزایت هستش. دیشولتزایت یعنی همون زمان مدرسه. خب اولین لغتی که توی کتاب یونیسی دغی با هم دیگه یاد میگیریم eingeschult werden هستش. eingeschult در حالت فعلی خودش، یعنی در حالت اینفینیتیوش فعل einschulen هست و به معنی اون اولین سال تحصیلی که وارد مدرسه میشیم هست. یعنی در حالت فعلی einschulen به معنی اولین بار به مدرسه رفتن هستش که اینجا با وردن اومده و میدونیم که وردن اینجا حالت مجهول میسازه، پس فعلمون باید به حالت پارتیسیپ 2 در بیاد. به خاطر همین میشه eingeschult werden. eingeschult werden به معنی وارد مدرسه شدنه، یعنی همون اولین باری که شخص وارد مدرسه میشه. و میریم با هم دیگه مثالی که زده رو بخونیم و لغت جدیدش رو یاد بگیریم. Die meisten Kinder werden im Alter von 6 Jahren eingeschult. میگه اکثر بچه ها در سن 6 سالگی وارد مدرسه میشوند. meisten به معنی اکثر هست. im Alter von 6 Jahren یعنی در سن 6 سالگی و werden eingeschult یعنی وارد مدرسه میشن. من اینجا یک اصطلاحی رو از متن آوردم، حالا نمیتونم بگم اصطلاح، ولی میتونید با حفظ کردن این ساختار برای مثال هایی که میخواین خودتون بزنید استفاده کنید. اونم im Alter von bla bla Jahren. مثلا دوست داری بگی در سن 7 سالگی، 30 سالگی، 20 سالگی، همین ساختار رو حفظ کن، فقط حالا اون عددش تغییر میکنه. im Alter von 30 Jahren, im Alter von 25 Jahren. کلمه بعدی دی Einschulung. میدونیم که وقتی یک کلمه آخرش به او انگ ختم بشه آرتیکلش دی میشه، به خاطر همین میگیم دی Einschulung. Einschulung یعنی اولین روز مدرسه، دیگه فعل نیست و اینجا نقش اسم داره و آرتیکل هم داره، دی Einschulung. مثالی توی کتاب نبود ولی برای فهم بهتر من خودم یک مثال زدم. Die Einschulung ist ein wichtiger Tag für Kinder. یعنی اولین روز مدرسه برای بچه ها یک روز مهمی هستش. کلمه بعدی zur Schule gehen هست، یعنی به مدرسه رفتن، که خب کلمه آسونیه، نیاز به توضیح اضافی نداره و مثالی که زده Wenn man Abitur machen will, muss man 12 oder 13 Jahre zur Schule gehen. میگه وقتی که آدم میخواد دیپلم بگیره باید 12 یا 13 سال به مدرسه بره. و حالا نکته‌ای که هست در مورد ابیتوار ماخنه که حالا در ادامه این مبحث در روزهای دیگه حتما بهش میپردازیم، ولی ماخن اینجا به معنی گرفتنه، ویل هم خواستنی که در آینده است، یعنی وقتی که کسی میخواد دیپلمش رو بگیره باید 12 یا 13 سال به مدرسه بره. نکته هم که اینجا خواستم بگم سو هستش. سو اینجا به معنی به و میدونیم که سو داتیو کننده است. شوله آرتیکلش دیه چون شوله آخرش به ای ختم میشه و چون به داتیو تبدیل میشه در شوله و میشه zur Schule gehen و حالا این دلیلش هم گفتم برای کسایی که دوست داشتن بیشتر بدونن. و به معنی به مدرسه رفتن هست. کلمه بعدی هست eine Schule besuchen. من خودم eine Schule besuchen رو به این صورت معنی میکنم برای خودم که مثلا مدرسه رو گذروندن، ولی به معنی این نیستش که
برای اتمام تحصیل بخواین ازش استفاده کنید. نه، درس eine Schule besuchen هم به معنی توی مدرسه تحصیل کردن، به مدرسه رفتن یا مدرسه رو گذروندن. حالا میتونیم بگیم فرقش پس با zur Schule gehen چیه؟ zur Schule gehen مختص اشاره به رفتن مدرسه داره، ولی eine Schule besuchen بیشتر اشاره به این داره که شخص توی اون مدرسه حضور پیدا کرده و حالا داره دوره‌های آموزشیش رو میگذرونه. Die Eltern legen großen Wert darauf, dass ihr Kind eine gute Schule besucht. میگه والدین، پدر و مادر خیلی به این اهمیت میدن که فرزندشون یک مدرسه خوب رو بگذرونه یا به یه مدرسه خوب بره. در اینجا ما اصطلاح legen großen Wert darauf das bla bla legen großen Wert darauf یعنی چی؟ یعنی اینکه بزرگترین ارزش رو براش قرار میدن. میتونید این ساختار رو حفظ کنید و توی بقیه جملاتتون ازش استفاده کنید. وقتی که از این اصطلاح legen großen Wert darauf استفاده کردیم حتما بعدش das میاد و وقتی هم که das داریم verb میره آخر جمله. کلمه بعدی کلمه die Schulpflicht هستش. Die Schulpflicht یعنی تحصیل اجباری، یعنی همون تحصیلی میشه که همه بچه ها باید اون تحصیل رو بگذرونن. Die Dauer der allgemeinen Schulpflicht beträgt in Deutschland mindestens 9 Schuljahre. میگه مدت زمان تحصیل اجباری عمومی in Deutschland در آلمان mindestens یعنی حداقل 9 Schuljahre 9 سال تحصیلی هست. نکته اول، آرتیکل Dauer رو حتما یاد بگیرید. آرتیکلش دی هست، دی Dauer. یه وقت این دی Dauer رو با Dauern که حالت فعل هست اشتباه نگیرید. اینجا Dauer به معنی فعل نیست. و مورد بعدی beträgt هست که ورب betragen رو ما اینجا داریم. شاید برای یه سری سوال شه که چرا اینجا از فعل sein استفاده نکردیم. نکته betragen چیه؟ betragen دقیقاً معنی sein رو میده، اما وقتی ما از betragen استفاده میکنیم که اشاره به مقدار یا اندازه توی جمله مد نظر باشه و ما دقیقاً توی این جمله‌مون میخوایم به 9 سال تحصیلی اشاره بکنیم و میخوایم به یک مقدار اشاره کنیم، به خاطر همین از betragen استفاده میکنیم. مثلا مثال بعدی رو من خودم زدم، ببینید. Die Temperatur beträgt heute 30 Grad یعنی اون درجه دما امروز 30 درجه است. اون تمپراتور یعنی اون دما امروز 30 درجه است. نمیتونی اینجا بگی die Temperatur ist heute 30 Grad چون ما میخوایم اینجا به یک مقدار اشاره کنیم، پس از sein استفاده نمی کنیم و از فعل betragen استفاده می کنیم. و به همین دلیل توی این جمله die Dauer der allgemeinen Schulpflicht beträgt in Deutschland mindestens 9 Schuljahre. mindestens و meisten با هم دیگه Gegenteil هستن. و مثال بعدی Schulpflichtig هست. Schulpflichtig صفته، پس وقتی که من بخوام توی جمله به کار ببرم باید این حالتش رو که صفت هست در نظر بگیرم و توی ترجمه‌ام به این نکته دقت کنم. Schulpflichtig یعنی مشمول به تحصیل اجباری. حالا شخصی که مشمول به تحصیل اجباریه. مثلا میگم schulpflichtige Kinder dürfen der Schule nur aus wichtigen Gründen fernbleiben, zum Beispiel wenn sie krank sind. اینجا میگه بچه های مشمول به تحصیل اجباری، بچه هایی که باید مدرسه برن، اجازه دارن مدرسه رو فقط به خاطر دلایل مهم غیبت کنن. zum Beispiel به عنوان مثال wenn sie krank sind وقتی که مریض هستن. اگه بخوام لغتی بگم همه لغت ها رو میشناسیم، فقط fernbleiben رو میگم به معنی غیبت کردن هستش.
و وقتی هم که when داریم فعل میره آخر. این هم یه سری نکات گرامری هست که باید بهش دقت کنید. کلمه بعدی دی شول شونسن هستش. شول شونسن یعنی مدرسه رو پیچوندن، مدرسه رو جیم زدن. و حالا مثالی که گفته Eigentlich müsste sie jetzt im Unterricht sein, aber sie schwänzt die Schule und trifft sich mit ihren Freunden im Park. میگه در واقع eigentlich یعنی در واقع. eigentlich قید اول اومده، پس حتما قسمت بعدی وربمون قرار میگیره. Eigentlich müsste sie jetzt im Unterricht sein. Unterricht یعنی کلاس درس. میگه در واقع اون الان باید سر کلاس باشه. اما sie schwänzt die Schule مدرسهش رو پیچونده und trifft sich mit ihren Freunden im Park و ملاقات میکنه با دوستاش در پارک و حالا توی پارک با دوستاش ملاقات میکنه. و اینجا فعل treffen رو داریم که ساختار فعل treffen یعنی ملاقات کردن با، یعنی خود اون فرد با کسی ملاقات میکنه، پس ساختارش میشه sich treffen mit و بعد از mit ما حتما باید حالت داتیو رو بیاریم. خب بچه ها 5 تا لغت امروزمون تموم شد. امیدوارم که مطالب براتون مفید باشه و دوست داشته باشیدش و اینکه سعی کردم خیلی مختصر و کوتاه بگم. اگه نظری دارید، سوالی دارید، خوشحال میشم تو کامنت از من بپرسید. مرسی از توجهتون. روز خوبی داشته باشید.